ذوباهن رو تونست در هم بکوبه. رامین رضاییان یه ارسال بالایی، ضربه سر و باز هم گل زد نکرد. دوباره رو دروازه یه ضربه و گل. البته این پاس اشتباهی به کاردست استقلال بده. حسینی تو ضربه سرگوی کرد باشه محمدی جریمه زمین امید عالیشاه به توی دروازه چه تعبیری میکنه یحیی محمدی. باید بگیم همون همیشگیه، یعنی امید عالیشاه واسه برای پرسپولیس گل میزنه. فرصت برای دانیال اسماعیلی بر فرصت برای پرسپولیس و توی دروازه گل برای پرسپولیس تهران توسط جهان برن به سمت راست زمین. حالا فرصت هست، ببینیم رو پای چپ میزنه، چه گلی هم میزنه. آروم جلو میاد ترابی. حالا شوت از دور آرونوف و گل. یه سوپر گل از آرونوف پیچه دادن پشت محمد آرونوف یه ضربه خطرناک گل. گل در همین شروع بازی به دست میاد برای جا داشته باشی